سلام آرابت، چطورین؟ خوش اومدین به اولین ویدیو از چنل خودت. خب برای امروز اومدیم بهتون یه باگ خفن رو بهتون یاد بدیم. مود قایم موشک رو حتما یادتونه داخل استمبل گایز. حالا این مود قرار کاووس همه بشه. یعنی چی؟ یعنی شما میتونین بدون اینکه به خودتون زحمت بدین همون اول بازی برد خودتون رو تضمین. حالا بهتون در ادامه میخوام بهتون این باگ مخفی رو یاد بدم. یه باگ خفنه که شما میتونید ازش استفاده کنید و اگه از من حمایت کنین، ویدیوهای منو دنبال کنین، لایک کنین و اون دکمه مشترک شدنم بزنید، به من کلی انرژی میده. یعنی چی؟ یعنی به من کل کمک میکنین که از این باگای خفن از استمبل گایز براتون بیام بذارم. پس بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. خب شما برای انجام دادن این باگ باید خیلی ماهر باشید. فقط کافی همین کارو کنید. به روایت تصویر اینطور که میبینین بگین که خب الان باده میاد ما رو میدوزونه. نه، بفرمایید. به همین راحتی میتونین برنده بازی باشی. به همین راحتی ما با انجام دادن همین یه ذره کار میتونی راحت MVP رو بگیری. و اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی حتما این کار رو انجام بده و اون لایک رو محکم بکن. تا ویدیوی دیگه فعلا خداحافظ.